به سمت راست میاره ماکسیمیلیانو واسه سانترو انجام بده. ماکسی به زحمت توپو دور میکنه دروازه‌بان فابیو کاروالیو. عرض کردم که دو تعویض خوب رو انجام داد، تیمش کاملا هجومی شد. شهرداری بندر عباس ملاحظه میکنید این گونه چیزی نمونده بود توپ در درون دروازه قرار بگیره که فابیو ساده خواهد شد. سمت روی دروازه موقعیت برای بازیکن شهرداری بندر، یه پاس نمقا عالی، موقعیت برای خدا مرادی. این ضربه میتونست گل سوم شکل بگیره. رجبی حالا موقع خلیفه، حالا در سمت راست علی باقری با 30 سانتر انجام بده. این کارو خیلی خوب انجام میده، خیلی زود پرید بازیکن شهرداری بندر عباس محمد نژاد ویلا. شاید میتونست اونجا صاحب توپ بشه و توپ در درون دروازه قرار بده. ملازمه که جا علی باقری توپو فرستاد و اینجا محمد نژاد عجله کرد، این گونه خیز برداشت که تو ببینون رفت. خب از سمت چپ سانتر عالی روی دروازه امیر خلیفه کنید. این هم رومرو سانت انجام شد و امیر خلیفه با این ضربه سر موقعیت عالی خدا مرادی و ببینید از این ضربه ایستگاهی چگونه استفاده خواهند کرد. ارسال به درون محوطه جریمه، دروازه‌بان هم بیرون میاد فابیو و در دو مرحله توپ رو از آن خودش میکنه. از این موقع استفاده بکنم، بازم یه توپ باد آورده برای عباس بر اکبری، ضربه اکبری و عکس العمل عالی از فابیو. توپ رو در یک مرحله تقدیم کردن به عباس برد. عباس برد هم توپ رو به صمد اکبری داد. ضربه صمد اکبری با عکس العمل خوب فابیو راهی کورنر شد. روی این عکس العمل عالی از دروازه‌بان مصر رفسنجان.
هم میشن اونجا سجاد عرفانی حرکت از اونها و باریکلا به فابیو کاروالیو که جلوی این ضربه رو گرفت. موقعیت بسیار خطرناک، خیلی تونست به دروازه فابیو کاروالیو نزدیک بشه و خط دفاعی باید بیشتر حواسش رو جمع بکنه. حسین ایپکچی پشت توپ قرار گرفته. البته دو بازیکن دیگه هم هستن اونجا. میثم نقی‌زاده هم دورخیز کرده. ایپکچی خودش میزنه به قصد دروازه میزنه و فابیو کاروالیو با یه پرواز بلند توپ رو به کرنر فرستاد. خیلی خوب کار کرد فابیو کاروالیو. یک بار دیگه ببینید صحنه رو به این شکل ضربه زده شد و با یه شیرجه بلند توپ رو از بالای دروازه به بیرون فرستاد. سانت میشه به محوطه و خروج موفق فابیو کاروالیو، بازیکن برزیلی تیم مس رفسنجان که سابقه حضور در ذوباهن اصفهان رو هم داره. امیر وزیری و علیرضا عبادی پشت توپ قرار گرفتن. خود عبادی ضربه رو میزنه مستقیم قصد چارچوب، در برگشت سامان فریمان و چه توپی رو گل نکرد سامان فریمان. خطر از بیخ گوش مسیا رد میشه و توپ به بیرون میره. نگاه کنید به این شکل به چارچوب میزنه. جاگیری خوب فابیو کاروالیو و گل نکردن این توپ خیلی سخت‌تر بود که بازیکن شماره 18